تولی‌نامه برای امروز 16 اکتبر سال 2020. حمل. در این روز احساس میکنید که کارهایتان در خانه و جای کار خیلی زیاد شده است. برای از عهده همه کار برآمدن باید رژه خود را تغییر دهید و اندکی چقانتر شوید. مناسبتتان با دوستانتان بد می شود. از این رو بهانه پیش آورده در محفل دوستان اشتراک نکنید. صبر. در این روز صبرهای عاشق باید احساسات خود را اراده کرده تواند. اگر با یاری خود وعده داده باشید حتما آن را اجرا کنید. نفرانی که به تجارت مشغولند روز برایشان باورور می شود. از کارهایی که باعث جراحت برداشتن و از دست دادن مبلغ می گردد خودداری نمایید. جوزا. در این روز نسبت کارهایی که با پول و حجتهای مالیوی علاقمندی دارد با دقت باشید و با شتابکاری راه ندهید. نفری نزدیکتان از شما قرض میپرسد. نیمه دوم روز به دهان خود نگاه کرده گپ زنید، وگرنه شخصی برایتان عزیز را سخت میرنجانید. جای کارتان را عوض کردن میخواهید. سرطان. در این روز به کارهایی که باعث خسته شوی چشم میگردد مشغول نشوید. از مصیبتی که به سر یکی از دوستانتان می آید سخت غمگین میشوید. نفرانی که به تجارت و سودا مشغولند باید از دشمنهای پنهانی احتیاط شوند. بعضی سرطانها به کار مشغول شدن و کسی را دیدن نمیخواهند. اسد. در این روز کسب و کار وقتی زیادی شما را فرا میگیرد و اهل عائله از سرکاری شما اظهار ناراضگی میکنند. بر ضمن این بعضی تغییرات ها در جای کار تاب دل شما نیستند. به نظرتان چنین میرسد که نفر صدی راحتان شدن میخواهد و پیش پا میدهد. این فکرها را از سرتان دور نمایید. سنبله. در این روز شناسی دیرینتان را وا میخورید. نیمه دوم روز حادثه ناگهانی باعث سر زدن مناقشه در خانه میگردد. زنها خراجات ناگهانی میکنند. وضع سلامتیتان چندان خوب نیست و فشار روحی که در دوام روز احساس میکنید به شما ضرر میرساند. میزان. در این روز با شخص دوست داشته‌تان مناقشه و نافهمی سر میزند. اگر شما تا این دم از نفری که چند مدت با هم مناسبت عاشقانه داشتید میگریختید، پس این نفر باز در زندگیتان پیدا می شود. از نفرانی که به زندگی شخصی شما دخالت نمودن میخواهد احتیاط شوید. عقرب. در این روز به کسی مصلحت ندهید، وگرنه مشکلی نفری که شما به او کمک رساندن میخواستید یک بار دوچند میگردد. برای یکی از پیوندان کلانسالتان داروواری قیمت بها یافتن لازم میآید. نفرانی که نه حجت رانندگی به دست گرفتند چند مدت پیاده‌گری کردنشان بهتر است. قوس. در این روز وقت و قوه زیادتان را برای رفع نمودن مشکلات مالیوی روانه ساختنتان لازم میآید. نیرویتان زیاد می گردد. خستگی را قریب که احساس نمی کنید. در برابر این اشتهایتان کشاده می شود. اگر از وزنینی زیادتی اذیت می کشید پس در استعمال خوراک کمی اندازه را نگاه دارید. جدی. در این روز درآمد پولیتان زیاد می گردد. احتمال از کار علاوگی نیز فایده به دست آورید. اگر سرچشمه نوی درآمد را پیدا کردن می خواسته باشید زودتر از پی جستجو شوید. نفرانی که به کار سودا و نقلیات مشغولند دچار دشواری ها می گردند. دلو. در این روز احساس می کنید که رابطه با بعضی نفران برای شما نه تنها بیفایده بلکه ضررناک است، زیرا در برابر وقت و ساعت شما را گرفتن باعث عصب خرابیتان نیز می گردند. در عائلتان وضع ناگوار حکم فرما می گردد. شما از جانب اعضایان عائله فشار را احساس می کنید. حوت. در این روز خود را کمی ناتاب حس می کنید. از نفرانی که خوب نمی شناسید یگان خیل تحفه نگیرید. از جایهای سیرآدم و همه گونه جشن و معرکه دوری جویید. به خود طبابت کنی مشغول نشوید و سری وقت به دکتر مراجعت کنید. تنها در همین صورت وقت و مبلغ خود را صرفه می کنید و سلامتی را از دست نمی دهید. این بود تولی‌نامه امروز برای سنه 16 اکتبر سال 2020.